قلبت از شرک پاک کن، هیچ ذره شرک نمانی، ذره شرک، نه شرک سیاسی، نه شرک قبر، نه شرک بت، نه شرک رهبری. بسیاری در شرک رهبر گرفتاره. انستیتوت جمهوری تاجیکستان، قانون‌های جمهوری تاجیکستان، امر و فرمان‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوای مسلح را قطعاً و بدون و چرا اجرا میکنه. میگه رهبر ما که هرچی گفت ما گردن میتم، شرک مشرک میشی. الله که هرچی گفت لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق اطاعت نمیکنی در گناه خالق باشه. اول قلبت از انواع شرک پاک کنی. یک شرک قبر اکثر ما را بد میبره، شرک پیراست، پیر عبادت کو بیفته پایش نه. شرک سیاسی است، رئیس جمهور صاحب هر چی که میگه، رهبر ما هر چی که میگه، هر چی که میگه، نه این شرک سیاسی است. و هر قانون دنیا را قبول داریم، نه قانون الله را غیر از الله دیگه هیچ قانون قبول نداره. اتخذوا احبارا و رهبانا اربابا من دون الله والمسیح. علما و رهبرای خدا نه رب جور کردن، این کار نمیکنه.